میخوای منظم شی؟ پس بزن بریم. قدم اول آسونش کن. از اونایی هستی که تا اسم برنامه ریزی میاد 10 ساعت برنامه ریزی میکنن، یا میگه از فردا 5 صبح بیدار میشم و 10 ساعت درس میخونن؟ نه رفیق، سوپرمن بازی تعطیل. اول شرایطو آسون کن. مثلا شب قبل میزاتو آماده کن، جزوت باز باشه، قهوه‌ت دم دست. صبح فقط باید بشینی و شروع کنی. همین. قدم دوم، احساسی بازی رو بذار کنار. میگی فعلا حسش نیست، هر وقت انگیزم اومد شروع میکنم. حس، انگیزه، اینا رو ولش کن. باید یه حداقل برای خودت بسازی که حتی وقتی لق و لورده‌ای بازم انجامش بدی. موفقا انگیزه ندارن، سیستم دارن. قدم سوم، تصورت از خودتو عوض کن. به جای اینکه بگی باید درس بخونم، بگو من کسی هم که هر روز درسشو میخونه. وقتی خودتو منظم بدونی، رفتارت خودش منظم میشه. قدم چهارم،